داستان واقعی تجاوز وحشیانه 8 نفر به دختر 20 ساله‌ای تهرانی. پاراگراف اول. سلام، من غزل هستم و 20 سالمه و این تلخ‌ترین و بدترین اتفاقی که میتونه برای یه نفر بیفته و اونم من بودم. در دنیای مجازی و از طریق کانال‌های دوستیابی با پسری به نام بشیر آشنا شدم. چند هفته‌ای با هم چت می‌کردیم. خیلی ازش خوشم اومده بود، با اینکه ندیده بودمش ولی بهش وابسته شده بودم. پسر خوب و خوش قیافه‌ای بود. حدودا بعد از 1 ماه با هم در یک کافه قرار گذاشتیم که همدیگر رو از نزدیک ببینیم. وقتی بشیر وارد کافه شد است، عکسش قشنگتر بود. در صحبت‌ها بشیر گفت افغان هستش، ولی من برام مهم نبود چون ازش خوشم اومده بود. فکر می‌کردم پسر خوبیه. چند ماهی از دوستیمون میگذشت که بشیر گفت میخواد بیاد خواستگاریم، ولی باید قبل از خواستگاری با هم سکس داشته باشیم. خیلی ناراحت شدم و گفتم باید به این دوستی خاتمه بدیم و ازش جدا شدم، ولی بشیر دست بردار نبود و چون خونمون رو بلد بود هر روز مثل سایه منو تعقیب میکرد. هرچی بهش التماس میکردم دست از سرم برداره فایده‌ای نداشت. یه روز بهش گفتم برام خواستگار اومده و باید ازدواج کنم که دست از سرم برداره، ولی با این حرفم باعث شدم اون بخواد ازم انتقام بگیره. ادامه دارد.